سلام به همه این ملت شریف ایران. من بلوچی کیدم، اینجا بلوچی کیف. خوش اومدیم به اولین قسمت سری برنامه کیف ریاکشن. امروز اومدیم اینجا با یکی از جنجالی ترین، یهویی ترین و خفن ترین فیتای رپ فارسی، هیچکس و پوبون. خب بدون اتلاف وقت بریم سر وقت ترک. آهنگو داریم از تو چنل خدای سروش هیچکس گوش میدیم، ببینیم از 1 تا 10 چقدر میتونه خفن باشه. من مطمئنم نمره 10 از من میگیره، چون همچین فیوچرینگ خفنی رویایی، یعنی واقعا من تو خوابم نمیدیدم این چیز اتفاق بیفته، ولی خب اتفاق افتاده. اگه سوتی گافی چیز میدم خودتون به بزرگیتون ببخشین. اولین ویدیو ریاکشن منه و اینکه امیدوارم که حمایت کنید و منم روز به روز پیشرفت کنم. خیلی مخلصیم. خب همونجوری که میبینیم توی کاور خود آهنگ یه آدمی که تو پیله، انگار تو پیله است، انگار که زانوی خودش رو بغل کرده، که این نشونه افسردگیه. تم دارکی هم آهنگ داره. واقعا پوبون توی فضا سازی این آهنگ کم نذاشته. راستی نگفتم بهتون، پرودوسر این کار خود پوبون بوده و اینکه کلام هم نوشته هیچکس و پوبون. من برم تو عمق گمشم. خیلی دارکه واقعا آهنگسازیش درجه 1 پوبون. واقعا امیدوارم سرکی فوق‌العاده عذاب در بیاد. هر یه روز یه سالمه، روی در نگاهمه، حسرتش تو خوابمه. هر یه روز یه سالمه، روی در نگاهمه، حسرتش تو خوابمه. پوبون توی تکست نویسی واقعا خفنه. یه ترکایی میده که آدم میبره، نمیدونن کجا ولی میبره. منو که یه لحظه برد. دوباره نخوابیدم، افکار پریشون، اگر دوستی وارد میشن شب میزنن شبی خون. با خودم درگیر، از در دوستی وارد میشن شب میزنن شبی خون. پانچو نگاه شما. وای سروش هیچکس برگشت. ترک احساسی سروش هیچکس چی بشه با پوبون. وای دست به گریبون، از آینده ناامیدم، از گذشته پشیمون. ولی چه میشه کرد؟ صداهای تو سرم نمیشه قطع، دیگه چشام نمیشه تر که بریزه عشق. چرا آروم نمیشه درد؟ بدنم یخ زده، دستام نمیشه لمس، انگار چیزی که میخوام جلومه ولی بهش دست نمیشه زد. دیگه خوشحال نمیشم، هیچ جا انگار رام نمیدن، پنجره نی که ماهو ببینم. این سروش هیچکس دپرس. چقدر دپرسه خدای من. چقدر میتونی یه نفر کار انقدر قوی ببنده؟ پدر رپ فارسیه دیگه. درو باز نمیشه، میخوام از درد داد بزنم، زمین و گاز بگیرم. شاید امشب میمیرم و فردا از نو زاده میشم. فوش میدم که چرا به خودم به حسار، به این که نمیشه بشه خواست، به این که نمیشه بشه داشت، به هرچی هست و نیست، به اعتماد به چشام. ولی باعث بانی یکی همه فوش و خط میشه به نظام. واو that's what I'm talking about. وای کی میاد تو ترک احساسیش هم با سیاسی کار میکنه؟ فقط پدر رپ فارسی. چقدر یه نفر میتونه خفن باشه؟ من واقعا دیگه نمت. دمش کرد، خداییش دمش کرد. میگه هر یه روز یه سالمه. رویایی اینم کاری رویایی. وای 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 وای.
چرا صبح نمیشه یکی تو مرده دیگه وجودم خورده میشه چیزای کوچیک گنده میشه دارم سقوط میکنم ته جا نور داره نقطه میشه دستم همه جا کوتاست و میگن آدم تو خودش گم نمیشه انگار از شکم مادرم هلم دادن و فرو رفتم تو خودم غرق فکر هوا داری یه قلب. در مورد کاور داره صحبت میکنه، میگه که از تو شکم مادرم هلم دادن و رفتم تو خودم. یعنی از دوران بچگی من افسردم. من همچین چیز برداشت میکنم، نمیدونم شاید منظور دقیقش چی دیگه باشه. وای تمام دق و دلیا و تمام افسردگیشو دارین تو این ترک با صداش بیان میکنه. دمت گرم عمو سروش، فقط همین رو میتونم بگم. دارم و نفسم حبس میکشم توی من بنده هر رو عدی رو خسته تر ادامه چه سخته توی من بنده چیکار میکنه با روح و روان ما؟ هیچکس. باید نهره زد دیوارای صوتی بشکنم بریزم بم بشن جنگ سرد درگیری تن به تن ترس و شک معاصرم داره میشه حلقه تنگ نتیجه این جنگ یکیه یا مرگ منه یا مرگ شب میشه پوتین پاک نباشه شبا انقدر تار نباشه زندگی هار نباشه زخمامون باز نباشه میشد این حرفا راست نباشه ولی کسی باختو به ما یاد نداده نظامون باید کشید پایین تا هر یه روز یه سال نباشه. یعنی خلاص، یعنی تموم، باید کشید پایین که هر یه روز یه سال نباشه. عمقی میزنه سروش، عمقی به جایی میزنه که باید. هر یه روز یه سالمه روی در نگاهمه حسرتش تو خوابمه هر یه روز یه سالمه روی در نگاهمه حسرتش تو خوابمه هر یه روز یه سالمه یه سال. وای پوریا بونکداری، وای پوریا بونکداری، وای ما همینجوری قبولت داشتیم، الان 10 برابر بیشتر قبولت داریم. واقعا میگم خیلی خفنه این کار، این ترک خیلی خفنه. هر یه روز یه سالمه سال در نگاهمه بدون حتی یه دراپ انداختن بیت همچین ترکی درست میکنن. این آهنگه، یاد بگیرین. واو، واقعا باید وایساده دستت برای این ترک. واقعا دوست داشتم، واقعا. خب رفقا این بود ترک هر یه روز از سروش هیچکس و پوبون. لینکو توی دیسکریپشن میذارم، حتما از اونجا گوش کنی برای حمایت از آرتیست. و اینکه خیلی خفن بود، من که خیلی خوشم اومد. و اینکه ببخشید به خاطر امکانات ضعیف میکروفون رو با دست نگه داشتم و امیدوارم که بتونم با پیشرفتم جبران کنم براتون. اگه دوست داشتین کانال رو ساب کنین، لایک کنین، ویدیو رو به رفیقاتون بفرستین. خیلی مخلصم. پیس.